با سلام خدمت دانشجویان عزیز. مبحثی رو که در خدمتتون هستم در خصوص فایروال هست. امیدوارم مطلب مفید و کاربردی باشه. این یک پکیج خیلی کوچیکی آماده شده مخصوصا برای آزمون‌های استخدامی که اگر میخواید شرکت بکنید خیلی میتونه این مبحث و این ویدیو کمک کننده شما باشه. حتی در آزمون درس امنیت شبکه، مقطع ارشد و کارشناسی هم میتونید از این ویدیو استفاده بکنید. خب ما مبحثی که توی امنیت شبکه بسیار مطرحه و مورد توجه هست بحث محافظت از شبکه و یا به نوعی حالا سیستم ما در یک شبکه است. خب اینجا فایروال مطرح میشه که ما میتونیم با کمک فایروال شبکه خودمونو یا اون سیستم خودمونو درون یک شبکه ایمن بکنیم. چند تا مثال میخوام خدمتتون بزنم. شما فرض کنید یک ساختمونی دارید. این ساختمون باید کنترل بشه از ورود افراد غیر ایمن و نامطمئن و ناشناس. در درب ورودی این ساختمون یک گیتی شما قرار میدید و فرض کنید یه نگهبانی داره و این نگهبان وظیفش اینه که افرادی که فقط مجاز هستن و ما میشناسیم اون افراد رو یا از قبل معرفی کردیم به اون نگهبانی، این افراد رو راه بده داخل ساختمون و جلوی بقیه افرادی رو که سعی دارن یا میخوان وارد این ساختمون بشن بگیره. مرز بین فایروال و آنتی ویروس دقیقا همینه که فایروال وظیفه جلوگیری از نفوذ و ورود افراد غیر مجاز رو داره یا پکت های غیر مجاز رو داخل شبکه داره که در ابتدای اون شبکه قرار میگیره و آنتی ویروس وظیفه مقابله با ویروس ها، تروجان ها، ورم ها و سایر مواردی که داخل اون ساختمون هستن یا داخل سیستم هستن به عهده داره. و همون مثالی که ابتدا زدم اون بحث ساختمون، خب ما همین رو در نظر بگیریم. یک نگهبان هم داخل ساختمون وجود داره و اون نگهبان میتونه داخل ساختمون نگهبانی بده، عبور مرور داخل ساختمون رو بررسی بکنه و کنترل بکنه و افرادی که حالا مشکل دار هستن یا ویروس ها یا کرم هایی که داخل سیستم هستن رو از بین ببره. ما یکی خب از راحت ترین راه جلوگیری از ورود افراد نامطمئن اینه که اصلا کلا اون شبکه رو و اون نتورک رو کلوز بکنیم، یعنی به نوعی اصلا نذاریم این شبکه یا این سیستمی که طراحی کردیم هیچ کسی به اون دسترسی نداشته باشه، یعنی به نوعی دسترسی رو ما بیایم قطع بکنیم. خب طبیعتا این تبعات داره و ما نمیتونیم از امکانات و خدمات شبکه استفاده کنیم که روز به روز هم با ورود تجارت الکترونیک و بحث‌های نوینی که مطرح شده خب قاعدتاً روز افزون این نیاز ایجاد میشه که ما به سرویس هایی که از طریق اینترنت و شبکه ارائه میشن دسترسی داشته باشیم. پس عملاً ما نمیتونیم جلوی رشد و تکنولوژی رو بگیریم و فقط باید به فکر این باشیم که بتونیم چطوری از اون تکنولوژی به صورت ایمن استفاده بکنیم. حالا ما یه سری دستگاهی هست، حالا من یه مثال آنتی ویروس رو با فایروال رو یک مقابلش رو با هم دیگه مثالش رو زدم. حالا یه سری تجهیزات امنیتی ما داریم که خیلی رایج و شایع هست و تو آزمون‌های استخدامی، تو مصاحبه‌های حتی مقاطع دکترا تو حوزه شبکه این سوالات پرسیده شده. میخوایم اینا رو یه بررسی بکنیم، مرزهای بین اینا رو، تفاوت اینها رو. فایروال که خب مثل اون دربون، نگهبان یا به نوعی قفل و کلیدیه که برای یک شبکه وجود داره. اکسس کارت یا حالا اون آیتم هایی که به صورت بیومتریکس شناسایی میکنن افراد مجازو مثل پاسپورت و ویزا هست. خب اکسس کارت و بیومتریک هم همونطور که میدونید الان اکثر اتاقهای حساس، اکثر
مکانهایی که حساس هست و ورود به اونها بسیار کنترل میشه با کارت های دسترسی یا با تشخیص شناسه های زیست مولکولی، حالا زیست فناوری به نوعی بهش بگیم، مثل اثر انگشت، مثل تشخیص چهره، قرنیه چشم، کف دست، اینا در زمره گروه های بیومتریک و اکسس کارت ها قرار می گیرن که به مشابه حالا پاسپورت و ویزا هست. بحث IDS و IPS یعنی Intrusion Detection System ها و Intrusion Prevention System ها بحث های نظارتی هست. خب اون رفت آمده، اون کنترل، اون ارتباط برقراره. حالا IPS و IDS حالا اینا مفصل تر توضیح میدیم بعداً، وظیفه نظارت رو داره. بحث VPN ها یا Virtual Private Network ها، حالا برخلاف اون چیزی که الان رایج شده و عامیانه مطرحه که آقا ما VPN برای اینه که بتونیم سایت های خارجی رو ارتباط بگیریم باشون، اصلا اینطوری نیست واقعا. VPN هدفش تامین امنیته و اون VPNی که شاید الان شکل گرفته تو ذهن ما اصلا به این صورت نیست. فرض کنید یه مبدأی تا یه مقصدی وجود داره، ما میخوایم این مبدأ با این مقصد رو طی بکنیم، بسته هامون رو دارن شبکه ارسال بکنیم، میخوایم از طریق ایمن باشه و کس دیگه ای نتونه اون بسته ها رو شناسایی بکنه و ببینه، اینا از طریق VPN استفاده میشه. و IDS و IPS ها هم که خب حالا علاوه بر این که اون بحث نظارتی رو به عهده داره، میتونه حالا داخل شبکه به جستجو و کاوش بپردازه. مخصوصا الان هوش مصنوعی هم اضافه شده به این تجهیزات و بتونه شناسایی بکنه عوامل مخرب. خب واژه فایروال در واقع به معنای یک دیوار ساخته شده به معنای در مقابل آتش و کند کردن سرایت آتش به ساختمان، یعنی معنای تحت لفظی فایروال به این معنا هست، ولی در شبکه یه مقداری متفاوته، به معنای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز به شبکه هست. رایج‌ترین چیدمان یا آرایش فایروال بین یک شبکه مطمئن، شما فرض کنید این تراست نتورک شبکه داخلی سازمانتون هست و یک آنتراست نتورک داریم یا حالا اینترنت هست. اینجا فایروال بین این دوتا شبکه قرار میگیره، یعنی شبکه‌ای که برای ما ایمنه، میخوایم جلوگیری کنیم از دسترسی افراد غیر مجاز و به نوعی هم نمیتونیم ارتباط این شبکه ایمن رو قطع بکنیم با شبکه حالا بین المللی یا یک شبکه دیگه‌ای که برای یک سازمانه و ما نیاز داریم به اتصال و ارتباط. راهش اینه که بتونیم از فایروال استفاده بکنیم. خب وظایف اصلی که فایروال داره در واقع مثل یک نگهبان امنیتی همونطور که گفتیم عمل میکنه و در کنار اون در ورودی قرار داره و هویت ها رو چک میکنه. 3 وظیفه اصلی داره فایروال، البته بسته به نوع فایروال. بحث پکت فیلترینگ هست، به نوعی بسته های آی پی رو میتونه این فیلتر بکنه و اون هدرهای آی پی رو میتونه کامل مشاهده بکنه و بر اساس اون فیلترینگ رو انجام بده، یعنی بر اساس هدر آی پی بیا تشخیص بده که این بسته مجاز به ورود به شبکه هستش یا مجاز نیست. بحث استیتفول پکت فیلترینگ ها هست که این فراتر از یک فیلتر کردن عادی بسته هاست. در واقع در این نوع فیلترینگ اون حالت یا جریان های اتصالی برای تمام بسته ها در دو جهت ذخیره میشه و نگهداری میشه و یک تاریخچه‌ای میمونه برای اون فایروال که اون آدرس هایی که اخیراً استفاده شده و عبور کرده از این فایروال، اون آدرس ها مجدداً قابل بازبینی و بررسی و مقایسه و تطبیق هست. یا به عنوان پراکسی یا اپلیکیشن لول گتوی میتونه فایروال درون این مسیر قرار بگیره. یک فایروال بسته یا پکت فیلترینگ بسته‌ای که به شبکه وارد یا خارج میشن رو به نوعی میاد فیلتر میکنه. این با توجه به اون قوانینی که ما
راه اندازی کردیم و نوشتیم داخل اون فایروالمون، یا به اصطلاح رول هایی که تعریف کردیم قابل تطبیق هست. به عنوان مثال من میام رول تعریف میکنم داخل شبکه‌ام که آقا از این مبدأ به این مقصد هیچ ایرادی نداره رد و بدل بشه اطلاعات، یا از این مقصد یا از این مبدأ فقط، یا با این شماره پورت، یا فقط با این پروتکل میتونه ارتباطات برقرار بشه. این نوع فیلترینگ بسته. ولی فیلترینگ انگار پکت فیلترینگ حالت یا وضعیت و یا استیت رو به خاطر نمیاره و این نوع فایروال هایی که فقط فیلترینگ پکت رو انجام میدن اصطلاحاً ما بهش استیتلس فایروال میگیم. اگر بتونن اون تاریخچه رو نگهداری کنن و به خاطر بیارن میشه استیتفول فایروال. خب ما اگر یه نگاهی بکنیم به مدل مرجع OSI، مدل 7 لایه‌ای OSI و مدل TCP/IP، می‌بینیم که پکت فیلترها یا فایروال هایی که پکت ها رو فیلتر میکنن در لایه ترانسپورت و نتورک کار میکنن. یعنی در مدل 7 لایه‌ای OSI لایه ترانسپورت و لایه نتورک، و در حالت مدل 4 لایه‌ای TCP/IP هم در لایه اینترنت پروتکل و ترانسپورت این فیلترینگ رو انجام میدن. فیلترینگ بسته ها یا اون پکت ها معمولا ترافیک شبکه رو بر اساس فاکتورهای زیر رد یا قبول میکنه. آدرس های IP مبدا و مقصد. گفتم ما میتونیم حتی یک کشور رو به عنوان مثال استثناء قرار بدیم، میگم آقا از این کشور استثناءً نمیتونه پکتی به سمت ما ارسال بشه و دراپ میشه. یا بر اساس پروتکل بیایم این کار رو انجام بدیم، بگیم آقا پروتکل TCP یا مثلا HTTP یا FTP یا هر پروتکلی کاملا مسدوده و هیچ راهی نداره و نمیتونه به نتیجه برسه. آدرس ها پورت مبدا و مقصد، یعنی ما بگیم آقا پورت 80، پورت 22، پورت 21، اینا فقط فیلتر هستن. یا بر اساس هدرها بیاد، هدرهای TCP یا فلگ هایی که تو TCP هست، مثل فلگ اکت، مثل کلوز، مثل سینک، بر اساس اینها بیاد فیلتر رو انجام بده. یا بر اساس فرگمنشن هایی که در لایه یا پروتکل IP انجام میشه بتونه این کارو بکنه. یا همچنین بر اساس اینباند یا اوتباند، یعنی ورودی ها و خروجی ها بتونیم اینو انجام بدیم. پس اینا حالت های مختلفی که ما میتونیم تو یک فایروال پیاده سازی بکنیم. یک فلو چارتی رو من اینجا خدمتتون آماده کردم که ببینیم چطوری یه بسته وارد میشه و حالا به سرانجام میرسه یا دراپ میشه. نگاه کنید یه بسته فرض کنید از اینجا وارد میشه، هدر اون بسته خونده میشه، فیلترینگ رول هایی که روی فایروال نوشته باشه خونده میشه. فیلتر اگر مچ بشه، یعنی ما اگر نوشته باشیم به عنوان مثال از ورودی از این IP یا این پروتکل مثلا هیچ ریاکشنی نداشته باشه یا دراپ کنه فایروال اونو، اگر رول مچ بشه میایم تو این سمت، میایم سمت راست، یعنی دیتیل اون لاگ اینجا اولا برای ما مشخص میشه و بعد خب حالا اگر مچ شد، این رولی که ما نوشتیم مچ شد، اگه گفتیم آقا پروتکل مثلا HTTP دراپ بشه، خب شد، انجام شد، اینجا پکت اومده، HTTP هم هست، ما هم تو رولمون این بوده که HTTP دراپ بشه. خب رول مچ شد، چه اتفاقی میفته؟ اگر ما تعریف کردیم خب رول مچ شد، دراپ کنه اینو کلا از بین ببره، یا الو کنه، اجازه بده این رد بشه. برای هر کدوم از اینا اتفاقی ممکنه بیفته. اگر الو شد یعنی اجازه داده شد به اون پکت، ما تو روله هامون گفته بودیم آقا اجازه داده میشه، خب پکت فوروارد میشه. اگر بگیم اجازه داده نمیشه یا نات الو میشه، اصطلاحاً دینای میشه یا دراپ میشه. اینجا هم باز مسیرش مشخص میشه. حالا اگرم رول مچ نشه، به نوعی اون رولی که ما نوشتیم مچ نشه، خب میره رول بعد. رول بعدی آیا مچ میشه؟ اگه مچ بشه میاد بالا، اگرم مچ نشه میاد پایین و دراپ میشه. چون ما فقط فرض کنیم فایروال رو کلن بستیم، فقط گفتیم آقا پکت های
مثلا به نوعی HTTP رد بشن. خب اگر مچ بشه رول تعیین تکلیف میشه، اگرم مچ نشه مستقیم دراپ میشه و به انتها میرسه. فایروال در کل فیلترینگ بسته با مجموعی از قوانینی که برای رد یا قبول کردن بسته تعریف میگرده پیکربندی میشن. یعنی وقتی که فایروال یک بسته رو دریافت میکنه، اون فیلتر رو همونطور که تو فلوچارت توضیح دادیم قوانین تعریف شده برای آدرس IP، اون شماره پورت، پروتکل و غیره رو چک میکنه. اگر مطابقت داشت بسته قبول میشه و پذیرفته میشه، در غیر این صورت هم که رد میشه. حالا برای اینکه ما بتونیم درک بهتری داشته باشیم از قوانین فیلترینگ، باید خب پروتکل های TCP/IP رو و اینکه بسته IP چی و چگونه عبور میکنه توی شبکه رو مطالعه بیشتری داشته باشیم. از نظر فایروال اون هدرهای IP 3 قسمت مهم داره. یکی آدرس مبدأ IP که حالا طولش 4 بایت، معمولا هم به صورت حالا این شکل نرمال IP نوشته میشه. IP مقصده که اونم به طول 4 بایت و پروتکل IP که اینجا مشخص میکنه که IP مربوط به اون بسته مربوط به چه پروتکلیه. این سه تا هدر، این سه قسمت هدر IP بسیار مهمه از نظر فیلترینگ و اینا حتما بررسی و چک میشه. حالا ما اگر پهنای باند کوچکتری از پهنای باند مبدأ باشه، ممکنه که بسته IP به بسته های کوچکتری تقسیم بشه. اصطلاحاً بحث فرگمنت توی این قسمت IP مطرح میشه. این هم که نکته خاصی نداره. سرآیند بسته TCP هم یا اون هدر TCP هم باز پورت مبدأ رو مشخص میکنه، پورت مقصد و فلگ TCP رو که بحث حالا کلوز هست، اکت هست، سین اکت هست و این موارد توی این قسمت تقسیم میگیره. این هم یک نمونه از اون رول هایی که ممکنه در بسته در فایروال مطرح بشه و نوشته بشه. میتونه به این صورت باشه که حالا توضیحش هم اومده که میتونید بعداً مطالعه بکنید. ما چند تا از قوانین فیلترینگ پکت رو خدمتتون بگیم. مثلا سرویس های ایمیل و HTTP رو میتونه اجازه بده و سرویس هایی مثل TFTP و تلنت رو بلوکه بکنه. این میتونه این رول مثلا تعریف بشه. تمامی اتصالات ورودی از سیستم های خارجی، یعنی از خارج از اون فایروال یا اون آنتراست نتورکه، به غیر از اتصال SMTP رو میتونه مسدود بکنه. یا اینکه پورت 80 برای تمامی آدرس های مقصد مثلا اجازه بدیم یا اجازه ندیم. مهمترین مزیت فایروال به نوعی پکت فیلترینگ قوانین ساده‌ایه که توی اون مطرح میشه که ما میتونیم یه الو یا دینای کنیم، معنی اجازه دادن یا رد کردن. یعنی بسته میاد رول مچ شد اجازه بده، اگر تو رول تعریف شده بود که این مجازه و اگر تعریف شده بود که غیر مجازه خب دینای بشه. محل قرارگیری بچه فایروال پکت فیلترینگ خیلی مهمه که کجا انتخاب بشه. بیشتر روترها بچه ها فیلترینگ پکت رو انجام میدن و پشتیبانی میدن، ولی خب اگر یه حجم زیادی بخواد از این فیلترینگ ها رخ بده یا رول های زیادی بخواد مچ بشه یا ترافیک زیادی رو بخواد پایش بکنه، خب قطعاً ما نیازمند یک فایروال حرفه‌ای هستیم که مختص این کار باشه. گفتیم تو اکثر روترها وجود داره و حالا توی مثلا سیسکو، جونیپر و HP فیلترینگ بسته رو در روترهای اج، سری اج و کورشون ارائه میدن تحت عنوان ACL یا Access Control List که به نوعی همون پکت فیلترینگ هستش.
یه سری معایبی هم داره. خب خیلی سخته این نوع پیکربندی، چون ما باید دقیقاً فایل رو بشناسیم، دقیقاً باید اون هدرهای پکت رو بشناسیم، هدرهای آی پی رو بشناسیم، به پروتکل ها مسلط باشیم، به پورت ها مسلط باشیم و بتونیم این کار رو انجام بدیم. و با توجه به اینکه این نوع فایروال یعنی پکت فیلترینگ ها در واقع استیتلس هستن، یعنی وضعیت رو کنترل نمی کنن، میتونن در برابر خیلی از حمله ها مثل اسپوفینگ به نوعی سر تعظیم فرود بیارن و این حملات به راحتی روی این نوع فایروال ها جواب میده. مهمترین عیبش هم همینه که وضعیت سابقشو نمیتونه به یاد بیاره و بسته قبلی که رد شده رو نمیدونه چی هست و خیلی راحت این میتونه خطرزا باشه. ولی فایروال هایی که استیتفول هستن، یعنی رد پای وضعیت اتصال برای بسته ها رو نگهداری میکنن، خب اینا دیگه این مشکل رو ندارن و در برابر باز خیلی از حملات مقاوم هستن. ضمن اینکه ادمین نیاز نیست که قوانین فیلترینگ گسترده‌ای بنویسه و به نوعی تمام سرویس های TCP میتونیم مثلا مجاز کنیم یا غیر مجازشون کنیم. یه نکته در خصوص IP که خب حالا 32 بیتی بوده، میخوایم اینجا نت رو حالا یه بررسی بکنیم، یا نتورک ادرس ترنسلیتور. حالا بیایم قبلش برسیم به IP. اصلا چرا نت به وجود اومد؟ ریشش از IP ورژن 4 هست. IP ورژن 4 یا IP 32 بیتیه که 4 تا آکتت داره، هر آکتت 8 بیته. در نهایت ما چیزی حدود 4 میلیارد آدرس میتونیم داشته باشیم با IP 32 بیتی. خب اینا رو به اتمام بود، داشت تموم میشد. یه راه حل کوتاه مدتی اومدن برای این مشکل تعریف کردن، اونم استفاده از نت بود. حالا نت یه خوبی که داره اینه که هویت افراد شبکه داخلی به نوعی محافظت میشه و فقط اون گذرگاه یا اون گتویی که روش IP ست شده فقط از بیرون اون قابل دیدن هست و با این کار اومدن مدیریت کردن. یه سری بازه‌های رزرو شده توی شبکه هم هستش که حالا اینجا خدمتتون آوردم، ولی دلیل مهمتری که همین نت به وجود هم بحث کم شدن و کم بودن آی پی ها بود که در نهایت منجر به یک مقداری ایمن‌تر شدن شبکه هم داشت. اینجا میتونید حالا مثال به صورت تصویری مشاهده بکنید. فرض کنید قبل از نت شدن و به وجود اومدن نتینگ، هر سیستم و هر کلاینتی که میخواست به اینترنت وصل بشه باید یک آی پی منحصر به فرد داشت. خب هم بحث هزینهش بود، هم بحث تخصصش بود، هم بحث مدیریت این کلاینت ها. حالا فرض کنید در سطح یک سازمان، یک شرکت بود. وقتی نت که به وجود اومد، خب دیگه خیلی راحت فقط یک دونه سیستم یا گتوی یا روترمون آی پی استاتیک روش نصب میشد و بقیه دستگاه و دیوایس ها می اومدن پشت اون آی پی و انگار اون مقصد ما اون گتوی ما رو میشناخت و بعد خود نت هم که پشت خودشو میشناخت سیستم های پشت و به این ترتیب اطلاعات رد و بدل میشد. اینم حالا با توضیحات پیرامون همین نتینگ. اینم یک نمونه ای از نتینگ هست، استاتیک نت هست. حالا اینجا اومده هر کدوم از این آی پی های داخلی به یک آی پی خارجی ترجمه شده و اینم به صورت پویا که ما در واقع یه مخزنی از قبل تعریف کردیم برای آدرس های آی پی که این داینامیک نت میاد خودش از این مخزن استفاده میکنه و
IP رو اختصاص میده. حالا یه پت هم وجود داره، پورت ادرس ترنسلیشن. اینم به نوعی مثل حالا نت هست برای نگهداری آدرس های محلی که میخوان به اینترنت وصل بشن. بحث اون تغییر پورت ها رو با این سرویس پت انجام میشه. حالا یه سری مزایا و معایبی داره، مثلا چند میزبان داخلی میتونن یک آدرس جهانی رو به اشتراک بذارن. یعنی فرض کنید شما یک سرور دارید که یک آی پی روش داره و روش سرویس مثلا وب آوردین پورت 80، یه سرور دیگه هم دارین رو اونم پورت 80 و اینجا شما در خروجی کارتون، یعنی اون یه آی پی استاتیک دارین دیگه اومده پشت نت. خب عملا چون دو تا ذیل این نت دو تا سرور وجود داره که از یک آی پی دارن استفاده میکنن، عملا اینجا به مشکل میخورین و از بیرون نمیتونن به دوتا این سرویس ها دسترسی داشته باشن. یعنی ما روی یک آی پی و روی یک پورت خب نمیتونیم دوتا سرویس رو ران بکنیم، دوتا سرویس مجزا رو. اینجا میان از پت استفاده میکنن، یعنی اون نفری که از بیرون داره وارد شبکه میشه و ورود پیدا میکنه با همون آی پی مثالی که اینجا زدم 80 وارد میشه، ولی اینجا داخل شبکه ما به لطف پت میاد آی پی تغییر میکنه، مثلا میشه 81 و کارمون انجام میشه. و نوع دیگری از فایروال ها که اپلیکیشن لول گیتوی ها هستن یا ALG هستن، خب نسبت به پکت فیلترینگ ها وضعیت بهتری دارن، ولی خب طبیعتاً لایه بحث پردازشی بیشتری دارن و اطلاعات ضروری در مورد پروتکل های لایه کاربرد هم نیاز دارن. خب این بار پردازشی بیشتری میندازه روی این نوع از فایروال ها، ولی نکته‌ای که وجود داره به طور مستقل اجرا میشن، اطلاعات رو کپی میکنن و از طریق گیتوی ارسال میکنن و به عنوان به نوعی پراکسی سرور کار میکنن ALG ها. هم نمونه ای که اپلیکیشن گیتوی ها یا ALG ها اینجا هستن. ALG حالت اتصال TCP و اون سکوئنسینگ به طور کامل نگهداری میکنه و پشت نت هم معمولا یا پشت فایروال هم استفاده میشه. یه سری مزایا داره، اتصال مستقیم بین میزبان‌های داخلی و خارجی، مجاز نیست، تایید سطح کاربر پشتیبانی میشه، بسته تا داده کاربرد بررسی میشه. معایبش هم توان پردازش زیادی میگیره، از پکت فیلترینگ خیلی کندتره و تمام پروتکل‌های راه کاربرد هم پشتیبانی نمیکنه. خب حالا چند تا سناریو وجود داره، من اینا رو برای جلسه آینده میخوایم حالا با هم دیگه احتمالاً یه بررسی بکنیم، توضیحی نمیدم در این خصوص. حالا توضیحشو که دادم دیگه قبلا، حالا اینجا هم یه مرور ریزی، یه ریویوی که حالت اولش بیس استیشن هاست هست، یعنی فایروال بین شبکه داخلی و شبکه‌ای که تراس نیست قرار میگیره. سناریوی دوم به صورت DMZ هست، اینو لطفاً DMZ رو به صورت یه تحقیقی داشته باشید، ان شاءالله جلسه آینده خیلی کاملتر به صورت پرسش و پاسخی سر کلاس مطرح کنیم. منابعی که استفاده شده اینفوسک هندبوک هست، میتونید از این کتاب هم استفاده بکنید. ممنونم که این ویدیو رو ملاحظه کردید. لطفاً این ویدیو رو مجددم گوش بدید، هم توی امتحانات پایان ترم قطعاً کمک کننده خواهد بود، هم در آزمون ورودی استخدامی میتونید حتما از این استفاده کنید. موفق و مؤید باشید.